سلام علیکم دوستان. پیامبر زیبا صلی الله علیه و سلم می فرماید من اغبرت قدمه فی طلب العلم حرمه الله جسده علی النار. کسی از شما پایفزالش در راه علم چنگ و آلود شود، الله ذوالجلال جسد او را به آتش جهنم حرام میگرداند. بله برادران عزیز، بعضی از مایان خود در راه علم هستیم و بعضی از مایان فرزندانمان در راه علم هستند. این را خوب بدانیم که اگر نیت ما رضای الله باشد و رواج دین و دولت و ملت باشد، چی فرزندمان در راه علمهای دنیوی و چی در راه علمهای اخروی باشد، اگر مقصد رضای الله باشد، اون رنج و مشقتی که برای جداگی فرزند میکشیم، هر رنج و مشقت جسد ما را به آتش جهنم حرام میگرداند. سبحان الله.